اومدیم با این ویدیو خفن اومدن 2 تا لوکیشن مخفی اینجا و یه جای دیگه. این گوش کجاست؟ همینجا که اولین لوکیشن بریم. خیلی خوبه که میبینین شما میتونین از اونجا واسه برین بعد بهتون میتونین چه کاری بکنین بهتون میگم. الان موقعش نیست پینگم الان بد شد. برام نداره آخه اینجا خدا بچه اینجا شما میتونین بیاین اینجا واسه بخوابید بیا اینجا. خب حالا میتونین نکنید دقت کنید تیر اینجا میمونه. شما میتونه انمیو بزنید ولی انمی نمیتونه شما رو بزنه. هم انمی میبینه شما اینجایی. خب بریم برای لوکیشن بعدی. خب استاپ اصلا نمیخواد استاپ کنیم. یعنی میریم چاپر رو برمی داریم. خب بعدی لوکیشن بریم. نمیشه استاپ کرد. استاپ نگرد است طولانی نشه بازی. دست من استاپ کنم نمیدونم آقای تو برم تو زندمات بیارم پایین تر. خب بچه بازار تو بدبختیش برخواستنی اصلا ناکن. اول جا مخفی بعد چاپر رو بردم رفتم براتون میگم جای مخفی یه جت اومد من پریدم پایین رفتم سوار ماشین. بعد یه ماشین دیگه ماشین سخون پیاده شدم دمیجشون کردم ولی مردم. باقی شدم یا باید از بگیرم قبل از که برم جا مخفی دوم داشتم بگم یه انرژی برای انرژی برای جا مخفی بیشتر براتون پیدا کنم. حتی تو مونکراف حتی تو هر بازی خواستید من لایک کنید به من انرژی بدین و زنگوله هم بزنید و کامنت بذارید. زنگوله بزنید تا ویدیو من با خبر بشوید.